هستی، دورانه هستی، اچکزی هستی. ما باید یک پشتون هم دیگر رو میشناسیم، باید یک افغان. فهمیدین؟ بینمون این نیست که تو سادات هستی، از کجا هستی، از کجا نیستی. حالا برادر فقط انت اشتباه پشتون میگی. حالا میرویس درانی است یا غلجه‌ای؟ میرویس خان احمد شاه خان خو احمد شاه خان درانی میگن. تو مشکل تو این است که تو دیگه چیزا تمام شد، قوم پرستی و افغان و افغانی و اینا تمام شد. الان و رفتی برادر در من پیشتر برات گفتم محفل قوم پشتون. پرست مسلمان نیست، نفرین برای قوم پرست. قوم پرستی حالا است. تو میای میگی که ما غلجه هستیم. حالا اگر تو غلجه هستی اول همین نشان بده که معنا و مفهوم قبیله تو چی است. ما چکزی هستیم. اچکزی تعلق به غلجه نمیگیره؟ نه. با کدام تعلق میگیره؟ اچکزی ها تعلق به درانی هست؟ ما تعلق معلوم شکر نداریم، ما چکزی هستیم، بعض افغان هستیم. کسی یادت میته و بزرگوار. حالا حرف یک حق است، ولی به صفت یک طالب، به صفت یک وطندار پشتون در برنامه آمدی آزادانه دیدگاهت مطرح کن. کار ندارم برادر. ما در منطقه ما که بیایم، ما بحث ما نیست که این تاجک است، این هزاره است، این غلجه است. پشتون، تاجک، هزاره، ازبک همه افغان هستن. ما بحث این نیست که تو اینه کی میگه که پشتون، تاجک، ازبک، هزاره میگه هم افغان است؟ اول خب ما شخصا ما به صفت یک فارسی زبان با هویت افغان که تعلق به تبار پشتون میگیره احترام میگذارم. باز ما یک تاجک هستم، یک کس دیگه هزاره است، یک کس دیگه ازبک است. شعار ما به صفت یک مسلمان همی است که هیچ هویتی در افغانستان کمتر از هویت دیگه نیست. پشتون هم جای خود داره، ازبک، تاجک، ترکمن، ایماق، عرب، کل اقوام. هیچ هویت نمیتونه هویت ملی شود در افغانستان. افغان هویت قوم و قبیله پشتون است، ربطی به دیگه مردم نمیگیره. ما همگی افغان نیستیم. اسم افغانستان مگه اسم افغانستان افغان است؟ افغانستان افغان خو نیست، افغانستان. خب پس افغانستانی میتونیم باشیم، اما نه افغان یا افغان. نه به نظر تو تاجیکستان بذاریم. خب تو میگی که تاجیکستان بذاریم. تاجیکستان تاجیکستانی میشه، ازبکستان ازبکستانی میشه، افغانستان افغانستانی میشه. مگر تو آدمی عاقل پس چرا می وطندارای افغان میگی وقتی کشور افغانستان است؟ ما پشتون هستیم، ما افغان نیست، افغان نیستیم که تو پشتو خو زبانت است او مردک، پشتو خو زبانت است. پشتون هستیم چی؟ تو پیشتر گفتی که اچکزی هستیم، قومت هم قبیلت هم اچکزی است. ما پشتون هستیم، اما داخل قوم مردم پشتو که از قوم مقاومه است. مثلا